و محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم همسایه با محبت الله سبحانه و تعالی آمده است و الله سبحانه و تعالی وعید کرده است، یعنی به عذاب وعده داده است آن شخصیت هایی که از محبت الله و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبت مال و ملک و خویشاوندان که محبت طبیعی هست، طبیعتا انسان این چیزها را دوست می‌دارد، اگر از محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم اولاد داند، الله سبحانه و تعالی آنها را به عذاب وعده کرده است. الله تعالی در سوره توبه به پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرده میگوید: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین. ای پیغمبر، برای امتان خود بگو اگر پدرهای شما و پسرهای شما و برادران شما و همسران شما و آن خویشاوندان شما و آن مالهایی که آن را کسب کردید و آن تجارتی که از کساد آن خوف و خطر دارید، می ترسید از کساد آن و از آن مسکنهایی که برای خود راضی شدید، اگر آنها احب الیکم من الله و رسوله، برای شما محبوبتر از الله و محبوبتر از محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از جهادی در راه الله باشد، پس شما منتظر باشید. منتظری چی باشند؟ منتظری عذاب باشند. فتربصوا، مفسرها میگویند که امر فتربصوا امر تهدید است، یعنی الله تعالی تهدید میکند که اگر مادامی که این مال و ملک دنیای و پدر و مادر و فرزندان و زن و خویشاوندان شما برای شما از الله و رسول محبوب تر باشد، فتربصوا، پس شما منتظر عذاب از جانب الله سبحانه و تعالی باشید. که این وعید است که کسی که محبت الله و محبت رسول الله را بعد محبت مال و ملک دنیا میماند. باید در قلب هر یک بنده مسلمان محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد و تا مادامی که انسان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از همه کس و از همه چیز اگر دوست ندارد، ایمان او کامل نمی شود.